دادخواهی یعنی فریاد برای عدالت و مبارزه برای حق علیه دیکتاتوری که حقوق مردم را پایمال می‌کند. در سایه دیکتاتوری سکوت به معنای همراهی است. پس مبارزه می‌کنیم تا حقیقت شنیده شود و عدالت پیروز شود. دادخواهی مبارزه خستگی ناپذیر است برای برگرداندن قدرت به مردمی که زیر سایه دیکتاتور زجر می‌کشند. مبارزه علیه دیکتاتوری صدای کسانی است که به دنبال آزادی، کرامت انسانی و یک زندگی بدون ترس در فضایی آزاد است. در مسیری که به عدالت و رهایی ختم می شود، دادخواهی بزرگترین سلاح علیه ظلم و ستم دیکتاتور است. این رویه جمهوری جنایتکار اسلامی که فرزندان را می‌کشد و مادران و پدران دادخواه را به جرم خونخواهی فرزندان به بند می‌کشند. هموطن گرامی، شما نیز صدای نسرین شاکرمی، مادر جاویدنا نیکا شاکرمی باشیم. هستم بر آن عهدی که بستم. صدای بی صدایان باشیم، از بازداشتی ها بگوییم. زن، زندگی، آزادی.